یه روز یه مرد میان سال توی دستشوی خونه‌شون جق میزنه که همه متوجه میشن. با من باشید تا این فیلم کمدی و مثبت 18 رو براتون معرفی کنم، اما قبل از اون سابسکرایب کانال و لایک ویدیو فراموشتون نشه. خب فیلم از جایی شروع میشه که یه زن و شوهر به اسم جان و کیتی یه خونه جدید میگیرن و کیتی به جان میگه این خونه برای 2 نفر خیلی بزرگه و جان به همسرش میگه این خونه برای 2 نفر نیست و پس بیا بریم تو کارش. جان و کیتی ماها تلاش میکنن تا بچه دارشن، اما هر بار شکست میخورن و یک روز جان با مادر کیتی و همسرش میرن کلیسا تا دعا کنن و مادر کیتی به جان میگه شاید دلیل بچه دار نشدنشون ناتوانی جنسی جان باشه و جان از این موضوع عصبانی میشه و در جواب میگه من ناتوانی جنسی ندارم، چون مال من همیشه سیخه و سخت میتونم آرومش کنم ولی اون همیشه بالاست. و کیتی از مادرش خواهش میکنه که این بحث رو تموم کنن و مادر کیتی هم در آخر میگه دفعه بعد که وقتی کارتون تموم شد باید با سن کیتی رو بالا نگه داره تا جاذبه زمین آب باباشو ببره داخل رحم. و جان هم با جون و دل میگه باشه، پس از این به بعد لنگ در هوا نگهش میدارن. بله خلاصه با این روشم موفق نمیشن تا اینکه کیتی و همسرش تصمیم میگیرن برن پیش دکتر و دکتر بهشون میگه آیا شما آماده هستید هر چیزی که برای داشتن نوزاد لازمه رو انجام بدین؟ و جان و همسرش قبول میکنن و دکتر میگه که رحم کیتی مشکلی نداره، پس باید جان آزمایش اسپرم بده. جان و همسرش میرن برای آزمایش و منشی یه قوطی دست جان میده و میگه پرش کن که جان میگه من نمیتونم تو این جق بزنم. منشی میگه مشکلی نیست، یه سری کمک کننده هست مثل عکس و فیلم های پورن که من گلچین کردم و خیلی خوبن. اما جان قبول نمیکنه و همسرش رو صدا میزنه و میگه من احساس حشری بودن ندارم و نمیتونم جق بزنم. منشی میگه مشکلی نداره، ما به خانم ها هم اجازه میدیم تو برن برای کمک شوهراشون. جان و همسرش میرن تو اتاق و کیتی به جان کمک میکنه و بالاخره جان موفق میشه. تو این لحظات جان از کارش اخراج میشه و جان برای آبجوسازیش سرمایه گذاری میکنه و فردای اون روز دکتر جان رو توی رستوران میبینه و میگه تعداد اسپرمت پایینه و از جان میپرسه چه نوع شورتی میپوشه، تنگ یا ماماندوز؟ جان هم میگه ماماندوز و دکتر میگه باید شورت تنگ بپوشه چون از لحاظ آماری تعداد اسپرم به دمای بیضه ها بستگی داره، چون شورت بیضه رو گرم نگه میداره و با توجه به اینکه اسپرمش کمه ولی خیلی خوب شناور هستن پس جای نگرانی نیست. جان و همسرش دوباره میرن پیش دکتر و دکتر میگه تنها راه برای بارداری فقط لقاح داخل رحمه. لقاح داخل رحم یعنی اسپرمو میگیرن و داخل رحم قرار میدن و جان باید از تنباکو و مواد مخدر و الکل دوری کنه و از همه مهمتر نباید با کیتی سکس داشته باشه و جان میپرسه چه مدت نباید سکس داشته باشه و دکتر میگه بین 1 تا 6 ماه و قیمت این کارم $25,000 که جان اول قبول نمیکنه چون نباید آبجو بخوره و سکس هم نباید داشته باشه، آخرش هم $25,000 پول بده. کیتی از این موضوع عصبانی میشه و به جان میگه همه زحمات زیر دوش منه و تو راحت میتونی توی شیشه جق بزنی. ولی در آخر کیتی جان رو مجبور میکنه که قبول کنه و جان هر ماه توی شیشه جق میزنه و دکتر هم اونو داخل رحم میذاره. این کار ماها انجام میدن تا اینکه یه روز جان یه دختر رو میبینه با اندامهای سکسی که اونجاست که راست میکنه و میره توی خونه. اونجا هم تولد یکی از بچه‌های برادرشه و کیک رو جلوی دکش میگیره تا کسی متوجه نشه و میره آشپزخونه و از کیتی خواهش میکنه که باهاش سکس انجام بده، اما کیتی میگه ما تو قرنطینه ایم و نمیشه. جان میگه یه بار عیبی نداره و خیلی سریع میتونه انجامش بده، اما کیتی قبول نمیکنه و جان بهش پول پیشنهاد میده که کیتی عصبانی میشه و بهش میگه برو توی بالا جق بزن و جان از این موضوع ناراحت میشه و میگه یکم زمان میبره چون باید اسلحه‌مو حسابی خالی کنم و جان برای جق زدن آماده میشه که بلوتوث موبایلش به بلندگوی خونشون وصل میشه و صدای فیلم برای همه پخش میشه. بله خلاصه ماها میگذره و موفق نمیشن و در نهایت آخرین آزمایش فرا میرسه که $30,000 هزینه شه
و جان مجبور میشه پولی رو که برای آبجوسازیش سرمایه‌گذاری کرده بود تو این کار خرج کنه. فردای اون روز کیتی جان رو از خواب بیدار میکنه و یه قوطی میده دستش تا پرش کنه و تا ساعت 11 وقت داره بیمارستان باشه وگرنه همه پولشون میسوزه. جان همون قوطی رو پر میکنه، ناغافل از این که لیز کننده نباید استفاده میکرد چون کل نمونه رو آلوده میکنه و جان این موضوع رو نمیدونست و اونو پر کرد و کیتی با تماس تلفن جان رو از این موضوع باخبر میکنه و جان چون وقتی براش نمونده توی فروشگاه این کار رو انجام میده که از شانس بعد جان قفل در خراب بوده و یه زن برای دستشویی کردن پسرش جغ زدن جان رو میبینه و به پلیس اطلاع میده و پلیس جان رو دستگیر میکنه. از اون طرف هم جان باید به موقع به بیمارستان برسه تا $30,000 سوخت نشه، پس مجبور میشه کل ماجرا رو برای پلیس تعریف کنه و پلیس جان رو به موقع به بیمارستان میرسونه و دکتر برای آخرین بار این کار رو انجام میده ولی متاسفانه نتیجه‌ای نمیگیرن و همه پولشون یعنی $30,000 از بین میره و جان این مشکل رو قبول میکنه و آبجوسازیش رو ادامه میده که با این کار موفق میشه و پول خوبی هم به جیب میزنه. و ناگهان حال کیتی یک روز بد میشه و میرن به بیمارستان و دکتر بهشون میگه شاید کیتی به خاطر حاملگی حالش بد شده. جان و کیتی با عجله به یه فروشگاه میرن و تست بارداری میدن که نتیجه تست مثبت میشه و بالاخره جان و همسرش موفق میشن. خب دوستان، دوست دارید چه نوع فیلمایی رو براتون معرفی کنم توی کامنت واسم بنویسید تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.